سلام بچه ها، به پارت آخر ولاگ چالش 7 روزه من خوش اومدین. با کلی کلنجار رفتن روز پنجشنبه ساعت 6:30 صبح بالاخره بلند شدم برم ورزش تا آخر هفته رو پر انرژی شروع کنم. دوربینو تنظیم کردم و رفتیم به سمت پارک ملت. نمیتونم غیر کسی رو بگیرم، به خودم هم حال نمیده، عقب مونده ایلون فاز بگیره، همه رفتن همه رزاده راست کشیده. من ساعت 7:15 دیگه رسیدم پارک و همونطور که میبینید دیگه کم کم داشت خلوت میشد، چون معمولا ساعت 5:30 6 همه میان ورزش و تا 8 برمیگردن. با چشمه پف کرده اول صبح توی پارک دارم ویدیو میگیرم. ببین وایب پارک خیلی باحاله، خیلی مثبته. یعنی وقتی که میای یه عالمه آدم دارن ورزش میکنن. من از اوناییم که وقتی یکی از کنارم رد میشه نمیتونم حرف بزنم. پیر، جوون، بچه، بزرگ، یکی داره میدوه، یکی داره دوچرخه سواری میکنه، یکی داره بدمینتون بازی میکنه، یکی داره بدن سازی میکنه. مثلا خیلی وایب باحالی داره. صبح هی با خودم کلنجار پاشم بیدار بشم بیدار نشم. اصلا 6 صبح 10 بار گوشی میزنی خاموش میکردم. بعد بیدار بودم و نمیتونستم بلند شم. آخر دیگه ساعت 6:30 گفتم پاشو زشته، آخر هفته رو از دست ندی دیگه. اومدم آدم رد میشن با تعجب نگاه میکنن. ببین حتی صدا هم گرفته، علاوه بر اینکه چشام پف کرده صدا هم گرفته. عذرخواهی میکنم، بالاخره 10 دقیقه به 8 هنوز 8 صبح. از 6 تا هم به خودم کلنجار میرم، ولی به قولم پایبند بودم. ساعت 6:30 بالاخره بلند شدم و اومدم. آخر هفته خوبی داشته باشی. پارک ملت یه قسمت خیلی خوشگل داره که گفتم بیام بهتون نشون بدم. چند تا کافه خیلی خوشگل کنار هم دیگه، به خاطر وایب باحالی که داره، فضای رنگی رنگی که درست کردن خیلی قشنگه و بعد از ورزش، بعد از پیاده روی همه میان میشینن اینجا، استراحت میکنن، چیزی میخورن، وقت میکنن و خیلی وایب خوشگلی داره این خیابون پارک ملت. بعد اومدم خونه مدیتیشن انجام دادم و طبق روال همیشه دفترمو در آوردم که هم ژورنالینگ انجام بدم و هم شکرگزاری کنم. هر روز کلی اتفاقات شگفت انگیز اطرافمون وجود داره که میتونیم بابتش شکرگزاری کنیم و من ترجیح میدم اینا همه رو بنویسم، چون به معجزه شکرگزاری باور دارم. بعد از اون آماده شدیم بریم سر کار و در حین رفتن پادکست حسین رو گوش دادیم. در حالی که دریافت تو و اینکه چطور تو با این موضوعات زندگی ارتباط برقرار میکنی به مراتب مهمتر از خود اون اتفاقات هم. از دست دادن یه پدر میتونه برای یه نفر تا آخر عمر از پادرش بیاره و تراماتایزش کنه. پنجشنبه شب رو تصمیم گرفتیم بریم سینما و فیلم زنده شو رو دیدیم. اینطوری شد که پنجشنبه شب با خانواده گذشت و باید بگم فیلم خیلی قشنگی بود. اما شما سعی کنید مثل من با 2 نفر که فیلم درام رو هم تبدیل به فیلم کمدی میکنن و وسط سالن میخندن نرین سینما، تنها برید ببینید و از این فیلم قشنگ لذت ببرید. در نهایت همونطور که میبینید تخته جادویی من. خوشحالم که این هفته حالا درسته یه تعدادیش انجام نشد، مثلا ورزش رو هر روز نتونستم انجام بدم، اما راضیم از عملکرد خودم توی این هفته، مخصوصا اینکه هر روز تونستم مدیتیشن انجام بدم. ممنونم که همراه من بودین و ولاگم رو نگاه کردین. میسپارمتون به خدایی که خیلی بزرگه.